درود بر شما، آرمان سباقی هستم. در این ویدیو در مورد مخاطب شناسی تبلیغات که یک مهم در این عرصه محسوب میشه، دغدغه خیلی از بیزنس ساز تحلیلی خواهیم داشت. با ما همراه باشید. اولین چیزی که هر سازمان، شرکت یا شخصی در سیستم عرضه خودش باید در نظر بگیره اینه که آموزشی که میدم، تولید یا ایده‌ای که دارم قراره کجا و چطور به جامعه هدف مشخص یا نامشخصی که دارم برسه. هدف من چه شخص یا گروهی است؟ بر چه اساسی این جامعه هدف رو انتخاب کردم؟ با چه روش‌هایی قراره این گروه‌ها رو بررسی کنم و از همه چی مهمتر چطوری نتیجه کاری که کردم رو بررسی کنم؟ اگه شخصی خارج از جامعه هدف مد نظر من ارتباطی برقرار کرد یا محصولی خرید چی؟ یا برای این اشخاص هم برنامه‌ریزی کردم؟ بذارید یک مثالی بزنم. یک کارخونه بزرگ تولید شیر در شناسایی مخاطبانش تقریبا یک کشور رو جامعه هدف خودش میدونه. تقریبا کسی نیست شیر لازم نداشته باشه، ولی یک سری افراد هستن حساسیت دارن، یک سری دیگه هم هستن که دوست ندارن. شرکت‌ها قطعاً تو محاسباتشون بچه گربه‌های خیابونی رو مد نظر ندارن، ولی افرادی هستن برای کمک به اونها شیر خریداری میکنن. شاید این مثال خیلی هم خنده‌دار به نظر بیاد، ولی نکتهش اینه که دقیقاً با همین سوالات سطحی در سطوح خیلی بالا بازار عرضه و تقاضا رو میسنجن. پس نتیجه میگیریم نمیشه بدونید دقیقاً با چه جامعه هدفی رو برسید. تصور کنید حالا میخوایم این موضوع که تا قسمتی خودش مبهمه براش هزینه هم بکنیم، بیایم تبلیغات کنیم. اینجا دیگه نمیشه خیلی ریسک کرد. باید هدف گذاری دقیق‌تری داشته باشی. باید کیفیت اطلاعاتت از مخاطبینت بالا باشه. باید تعریف درستی از مخاطبینت داشته باشی. بر اساس موقعیت میتونیم مخاطبان رو در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار بدیم. بر اساس مکان رسانه‌ها، بر اساس مردم که شامل گروه سنی، جنسیت، اعتقادات، فرهنگ و شیوه زندگی، نوع رسانه، نوع محتوا، زمان آنها که میتونه ترکیبی از همه این فاکتورها یا تعدادی از اونها هم باشه، اونها بتونیم مسئله رو بسنجیم. دقت داشته باشید صنایع رسانه‌ای همیشه دنبال بازار جدید میگرده. حتی تلاششون برای اینه که بر اساس نوع سلیقه یا شیوه زندگی فرهنگ جدید به وجود بیاره و هدفش نزدیک کردن احساس‌ها به همه. قبلا اشاره مستقیمی داشتم به ترندها. این ترندها همگی نوع آزمایش هستن برای اهدافی که اشاره کردم. خیلی هم دقت به نظریه‌ای مثل نظریه سوزن تزریقی، گلوله جادویی و اینا نداشته باشید که الان مسئله خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر از این داستانا شده. در واقع تصور عام اینه که میدونه چی نیاز داره، ولی دائم در حال جستجوه. جایی که قبلا گشته رو بازم میگرده. نگاهش به اینه که دیگه چی میتونن به دست بیارن و بدونید مخاطبین آگاه شدن، ولی همین آگاهی اونها رو کنجکاوتر کرده. اونها برای تامین نیازهای خودشون روش‌های مختلفی رو تجربه میکنن. اینکه یکی میاد آموزش هوک میده، کلی پول میگیره ولی هیچ اتفاق خاصی نمیفته، دلیلش اینه که فقط تو نیستی که داره اون آموزش رو میبینه. فقط تو نیستی که این تکنیک‌ها رو یاد گرفتی. پس به دنبال نتیجه مشابه اونا میگردی، نه نتیجه دلخواه خودت. میتونه این باشه که کلی هوک مشابه همون لحظه مخاطبان رو تجربه کردن و به دنبال هوک تو و قلاب تو نخواهند بود. یه مثالی بزنم، یکی من با آنالیز آمار هم آشنا شیم. یه مثال کاربردی باشه که با هدف گذاری مخاطبین درگیر باشه. بیشترین محتوایی که در کل دنیا مخاطب داشته مرتبط با ترس بوده و بعدش خنده و شادی و سرگرمی. شما اگه 2 تا پست در 1 ثانیه ببینید که یکی به عنوان مثال ریزش سنگین بیت کوین تایتل داشته باشه، اون یکی هم یک نفری که داره لبخند میزنه یا آموزشی میده، با توجه به آمار اول روی پست بیت کوین کلیک میکنید ببینید چرا ریزش سنگین. در واقع کلمه سنگین اصلا اشتباهه. در بازار مالی بهش میگن دامپ، ولی شما کلیک کردی با اینکه اصلا فعال اون بازار هم نبودی. کسی که پست گذاشته ویو گرفته و به اون هدفی هم که داشته احتمالاً رسیده. خیلی از این سبک استفاده میکنن و بنرهای جنجالی میزنن و مثلا مخاطب جذب میکنن. بعدش تبلیغ خودشون رو میکنن در صورتی که شما برای مطلب دیگه‌ای وارد اون پیج شدی. یعنی محتوا چیز دیگه‌ای بوده. خب این کار خاکستری محسوب میشه و خیلی هم اخلاقی نیستش. شخصا شدیداً با چنین نوع جذب مخاطبی کاملا مخالفم، چون که آسیب‌های شدیدی به اعتماد و اعتماد کردن در جامعه در مرور زمان میزنه. به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که به وجود میاره اینه که باورپذیری در افراد به شدت پایین میاد. این مهم خیلی هم زیاد شده. آثار بسیار مخرب و اشتراک‌ناپذیری هم داره. امیدوارم که این تحلیل در تصمیم‌گیری شما و استراتژی‌های تبلیغاتی که دارید اثر بذاره و این مطالب همیشه در گوشه از ذهنتون باشه که چه تأثیری بر جامعه میذارید. هر آنچه ما انجام میدهیم پژواکی است در بی‌نهایت. خوب باشید و خدا نگهدار.